با یاد و نام امام راحل باز هم تفاعلی میزنیم به کتاب خاطرات امام ره که درس عبرتی باشه برای جوانان امروز کشورمون. فقط بنده نمیدونم که این درس عبرت چند ترمه، چون الان سالیان درس عبرت میدیم و تموم نمیشه. بگذاریم صحبت جوانان شد. روز امام در اواخر جنگ تحمیلی از کنار جوانی گذشت یکی از صفات بارز امام راحل بود. یکی از جوانان برومند نظام همین آیت الله نمیرالدوله جنتی هستن که یادم هست یک روز خدمت امام رسیدیم و آقای جنتی خدمت امام مزه‌پرانی کردن. امام فرمودن احمد خدا نکشده. اینجوری بود که دیگه تا همین الان آیت الله جنتی نمرده و در این قسمت هنوز کسی متوجه نشده که صفت بارز حضرت امام چی بود. بنده یادم هست که تو بحبوحه جنگ تحمیلی بنده برایم سوالی پیش اومد که به هر حال ما این جنگ رو به کجا برسونیم. بلافاصله تماس گرفتم با بیت امام اومد پای خط و داشتن با همون صدای لطیفشون بنده رو نصیحت میکردن که ناگهان صدا قطع شد. بله، صداقت یکی از صفات برجسته حضرت امام بود. بله، یادم است که یک روز خدمت امام بودیم و امام داشتن ریششون رو اصلاح میکردن که از بنده قیچی خواستن. بنده قیچی رو به ایشون دادم و ایشون با همون دست مبارکشون قیچی رو به بنده برگردونن. قیچی برگردون از صفات برجسته حضرت امام بود و در همین رابطه هم تیم منچستر یونایتد هم برای بازی از امام دعوت کرده بودن. روزی امام در یکی از اتاقهای بیت تنها بودن و شخصی وارد شد و عرض کرد امام هم فرمودن بله، همصدایی با امت همیشه در صحنه از صفات برجسته حضرت امام بود. روزی امام به بنده فرمودن که اکبر کاغذ رو بده، میخوام وصیت نامه بنویسم. بنده هم کاغذ آچار رو به دست مبارک ایشون دادم. بله، دست با آچار بودن از دیگر خصوصیات بارز حضرت امام بود. روزی امام به گورستان تشریف بردن و از گوری به گوری رفته و برای مردگان نظام روزه میخوندن. بله، گور به گور شدن از ویژگی های بارز امام و جانشین امام است.